خیر است. شما هیچ وقت یک دختر هیچ وقت درک نمیکنین. شما بچه هیچ وقت درک نمیکنین و هیچ وقت گوش نمیکنین که مثلا یعنی طرفدار دخترها باشین، یک ذره در فکر دخترها باشین، تا یه آدم نباید باشین که مثلا هر کدوم تان بین یک دختر ببینین توهین کنین، تحقیر کنین، دو بزنین، زیر پای کنین، غرورش، احساساتش هر چی باشه. من حالی چی نمیگم، من هیچی نمیگم، الپچینوری هیچ کار ندارم، هر چی مرا گفت. من هیچ واقعا به خدا سناسره ندارم. من تو دیگه شکی دیگه شن وقت پیش کردم جنگ کرد اومده میگه که والا من میام دم دبی مچ میکنم از گیمرا مرا می اختار میتد. من اینا فکر میکنن که من قدر ضعیف هستم. و تو نیست دوستان، من براتون گفتم که من از 2017 که در میدیا هستم، از 2017 که مرا دو میزنن، از 2017 که من از طرف مردان تهدید میشم. اینو فکر میکنین به ما به چیز بسیار نو است؟ نیست، والا نورمال است. من میفهمم که هر کس میتونه که سر انگشت انتقاد بلند کنه، اما تا یاد دیگه به خدا بیخی گلونو ما گرفتگی است. میان دو میزنن، جنگ میکنن، نفر ویدیو بالا میکنن، عکس بالا میکنن که باش بینندهشان زیاد شوه. اما ما کدام وقت همین کار کردیم؟